این گزارش ما از دهه چولوک کمر دهات چوبک ناحیه به نام میر سید علی حمدانی از حیات این عائله خولای نیالبی و عمک انور که نیم عصر زیاد با هم زندگی دارند بخشیده شده است. آنها صاحب 14 فرزند و 8 کلین، 5 داماد و 51 نبیره می باشند. 54 سال میشد که زندگی دارم با همسرم، صاحب 14 فرزند می باشیم. فرزندان ما همشون با معلومات عالی رفته خوندن بود کردن، در ساحه‌های دولت کار کردستان. در زندگی همشون خانه‌دار کردیم. در بین ما نافهمایی نشد از هیچ وقت. کلینو ناز خدمت کردن با شوهراشون، با خشتمانشون و عموما با اهل عائله همشون با خرسندی جدا شده رفتن. یعنی جدا رو ما در دوام همین بچه‌ها با خانه دار شدن. پس 7-10 سال در همین خانه دار خدمت کردن با سرخشتمان و با زندگی. 8 کلین دارم، کلین یکمم 7 سال استود. جدا شد رفت. با خرسندی قتیل اخ پرش خیلی رفتیم بچم رئیسی اسپرا دای سوق دا کار میکنه. دیم شب با هم دوشنبه دا قتی کلینم با خرسندی هم ماشه با مصلحت خوب جدا کردم رفتن. حضیره دا یک کلیم تو قدر خونه های. با ایشنی برای کار میکنه. در این عائله صبح از جوشیدن شیر آغاز می‌گردد. یکی از کلین ها با این کار مشغول می شود. خولای نیالبی بعد پختن شیر و خواباندن جرقات روز گذشته آن را با اصول مردمی کار کرد می نماید. با این اصول روغن آن را جمع آورده می گیرد. مالداری حالداری در دهه یکی از منبع‌های درآمد عائله چاره‌داری است. این عائله از این شغل عاقلانه استفاده برده برای طعام‌های صبحانه از محصولات تازه اکولوژی استفاده می نمایند. برای همین هم اعضایان عائله صحت و سلامت هستند. یگون دعوا نبود، برای که اول اومده بودن نفهمی بده، بعد که خودم نصیحت کم نشون دادم همه کارم یاد گرفتن. مثال گاو ما میگرفتن، سر زمین میرفتن، گاو میکردن، همه کارا میکردن. بعد به خرسندی شوش کارگر شدن جدا کم برن قچو حیات زندگی خوب بگذرونن فرزنداشون. همه فرزنداشون که کار امی خوندگی هم با سوادن همشون. غیر از چاره‌داری خولای نیالبی همراه شوهرش زمین نزد حملگی را ثمرناک استفاده کردند. این گرمخانه را فرزندان با مصلحت آنها ساختند. بادرینگ، پامیدور و هر گونه کبودی ها تیرما و زمستان اینجا مهیا می باشد. ما می محصولات را میکنیم، این بادرینگ هم تریچ میکنیم. خودمون میخریم، یگون میمون میان و سو میگیرن. مثال با کمبودی خودمون بهترینه. با خودمون بسنده یمی چیز. مهنت میکنیم. خرای استودن نمیتون مینن پامیدورم خیلی کسل شدن. اینجا زیلین کردم پوگیده بود. چی دول بود این بورا چوشیدم اینجا. اینم این شب بارون بارید هم ابری برق شده. نصیب باشه یه برام پرنید بسوز میکنیم. این اگه لور هم اشالی هم ایره و خونه را میبرم. برای سرموشونه برم. با پرنده پروری هم مشغول هستند. در این گوشه کنجی زمینی نزد حملگی پرنده پروری هم میکنند. همه روز از 10 تا 15 تخم میگیرند. شکرونه هم اکش خوندگین کلینو بچو خیختم به سواد بدم خیلی شکرونه خدو کی سوادی من نمیگذاشت. هم کلینی کلینو با سر تیم رو رفتم کی کلمه جای کور بته گو یکمی خشتمان دیدم کی اومده است که کلمه جای کور بته نه باور کنی نکنی اما حالا جای کورش داد. من خدمت خواستی که کلینو کور کنم. بابا میخوام کلینو کور کنم خوندن با دولت یوردن به تن مثال خونه نشینی نکنن کار خونه را کنن و کار دولت کنن. وقتی خوراک صبحانه آنها سرجم هستند. اما که انور امروز نفقه خور است. از جای کاری آخرش نیروگاه برقی را گون و نفقه برآمده است. همراه همسرش امروز در سایه سری فرزندان دولت پیری رانده ایستادند. از وقتشان راضی هستند. میگویند که زندگی خوب گذرانیدند. ما از زندگی بسیار مننداریم، بسیار با همدیگر مراسای ناز گذراندیم، بسیار زندگی در یک پسوبلندی بدان در عائله بسیار پرطاقت بود، خب میکرد، جنجال نمیکرد. فرزندان را برای راست و برای علم آموختن هدیه میکرد. هم دیگر فهمیم قمانه دوره که مثال گپی پست بلند میشه طاقت کردن در کورای. خیمونی عذاب کشیدین در زندگی ای اصولای 14 فرزند کلون کردن با بایر هستن. مثال خونوندن همه ای کمبودی میشونه که ما طاقت کردیم کمبودی را پشوندیم. مراسا کردن بین
شوهر زنه این ناز همدیگرش گوش کردن و یگون جنگ جدول نکردن میشد سبب تنجی رفتن فرزندان را تربیت دادن بسیار فرزندان را اویلام چیز میکرد تربیت میداد برای که ما بسیار وقت در کارها بودیم در کماندیروفکا میرفتیم با دیگه نوحی‌ها در یک مرتبه می‌مدیم دو مرتبه می‌مدیم خیلی میشد خب تربیت کودکان بسیارتر در دست مادر شد ما میخوام که هم جوان حاضر امی رنگ ما زندگی کنن مثل همدیگر فهمی کنن ویلوش نوایرون نکنن با گپ خسر خشتمان کنن با شوهراشون نمی کلنم هم خیلی نه بخدا اومدن یاد شدودم گو میچن هم ای کارا میکنن اونو هم را میکنن خودم قطارشو میکنم سهرا دا کار میکنیم اینا بومیم کار خونه را میکنیم با گپ میکنن چیزشو بگم نه پدر مادرشو بران میگم میریم میگم مایلش من خودم بخدا باورش که هم دوشنبه گیره تاکسی زکاس میکنیم میام میبره با چند قریب است بچه‌ها که کار ندارن وقتی چیز خودم بگم اینای باباش نی کار ندارم خودم میگم چند روز بیستین چیکار کنیم بیایی روزی مای هم ماش خولای نیولبی مادر بیبی و خوشدامن است با کلین‌هایش میگوید که مثل فرزندانش مناسبت دارد خرسندی ما در فرزند در میبینیم که مثال زندگی خوب دارن رفتار خوب دارن ما خرسند میشیم این یک کلین دشان بگیم 12 سال استاد این یک سال جیدوش کردم امی قهرمت احترام میکنه به خدا امر گردم میگم برام دیگه نیوم امی کلین خوب است همش خوبانه با بهترین با امی کلینی که جیدوش کردم میتسترا بخیر گذشتگان ما گفتند که هنر آموز از هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی در این اویله همه هنرمند هستند خولای نیولبی از مادرش چنین هنرهای ملی را یاد گرفته است امروز آن را به فرزندان و کلین و نبیره‌هایش یاد داده است این روی ملچه دستش از دوره عروسیش می باشد تا امروز آن را نگاه می دارد این قراقی ها چکن و گلدوزی ها کاکل برای دختران محصول کارهای دستی او هستند هنر بزن یورده میته مثال یک روز میشوه که یک کمبودی دو یک تکسری میدوز میفروشی یک تخلی میدوز میفروشی کمبودی تبود میکنی هنر نداشته باشی دست در پره رو میمونی مثال کاری دیقونی را باید بتونی اینا می سر زمین میرم با میون بخدو اینا کوکل میکنم با نقش میدوزم نموچه را اینا جای سناتوری برم بخدو باور که میرم سناتوری ده کرتا میدوزم نموچه میدوزم لبوی نمولو اینا می نمولو رو هم ماشه اینا اینا می هنرهای خدمت اینا می نمولو هم اینا می خدمت میکنم و اینا می نواسم پاسین قطینام کلنم پیروی میکنم اینا خدم قلم زدم اینا نگاه اینا پرچم خدم قلم زدم اینا قلم میزنم میدوزم همه خدم هنرمند هر کجای باشد بالاگذار است حیات و فعالیت مادر و خوشدامنی بهترین بودن او را نه تنها در دهه بلکه در ناحیه بسیاری ها شنیدند همین جهت ها را به اینابت گرفته بخش کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه به نام میر سید علی حمدانی این اویله را با آزمون جمهوریوی خوشدامنی بهترین از این ناحیه پیشنهاد نمودند